ما در قدم اول کوشش کردیم که اداره یک آینه تمام نما از تمام افغانستان بسازیم. یعنی از هر ولایت یک کس در اینجا باشه و این کوشش کردیم ان شاء الله تا اندازه پیش رفتیم. از هر جا در بخش رئیسا، در بخش آمرا، در بخش اینا باید مقرر بشه و بیا ان شاء الله. در قدم دوم ما آدم کوشش کردم کسایی پیدا بشه، کسایی که درد میدونه حداقل به دنبال دارو هم بگرده. تنها نباشه که احساس درد بکنم و دنبال راه حل و دنبال علاج از اون نباشه. داریم ما مشاهده کردن زیاد کسایی هست یک جای مشکل هست اما دنبال حل مشکل نمیگرده. به اندکترین کوچیک کار یک پروسه چیکار میکنه؟ بسیار وقتا مختل میکنه. سومین اولویت بندی ما ای بوده که باید واقعا متخصصین بیاید در اونجا بخشی که بوده. ما کار کردیم استادای رشته عمومی ما بند کردیم فعلا هیچ حکم نمیده. بسیار خوب. استادی که خلاف رشته بوده ما کوشش میکنیم دیگه در اینجا اصلا مقرر نشه. در بخش استادا هیچ نوع تعامل ندارین، بدون رقابت آزاد و بدون هیچ امکان نداره که به معنای واقعی باید استاد واقعی بچار بشه. اما روی کارت جذبتون به همین گونه است؟ چون که به خاطر از این استاد اگر خدای نکرده ضعیف بود یا غیر متخصص بود شاگرد چیکار میکنه؟ به هلاکت میرسونه و از بین میبره. و دیگه کوشش میکنه ان شاءالله این اداره به معنای واقعی باید ملت ما بشناسه. ملت نمیشناسه گفتم اگر ملت ما بفهمه که در اینجا چه امکانات وجود داره، چه تجهیزات وجود داره، چه فرصت هایی وجود داره، شاید اکثر شاگردان ما رو مراجعه به کجا بکنه؟ به اداره بکنه. به خاطر از اینکه شاگرد که از اینجا فارغ میشه مستقیم جذب کار میشه. یعنی اگه شما بریم با ان شاءالله یک مستند بسازیم هر شاگردی که فارغ ما در هرات مثال میزنم شما تمام شهرک صنعتی هرات یک اینستیتوت ما اکمال میکنه برقصور تمام وسایل است فعال جاده بیزاد تمام ترانس و چی از اینستیتوت تکنیکی هرات چکار میشه فعال میشه. و در دیگه جا این اداره همه چیز داره. در بخش زراعت یک زمین خورد در میتونه مثلا کسا به یک خانواده بسیار با عایدات بگردانه اما کس خبر نداره. چند وقت پیش اینستیتوت فیروزکو در اینجا اینستیتوتی ما رفتیم در اونجا تقریبا 31 استاد از فعلا در امریکا و در اروپا و در کجا رفته تدریس میکنه. 31 نفر از این حداقل 8-9 نفر از این در خارج بود فعلا در سطح بسیار بالا و درسایی که اینا خوانده بود 3 ساله و 2 ساله و بیشتر هم نبود نه به مبلغ. و در دیگه نهادهای تعلیمی مثل تحصیلات عالی مثل وزارت معارف وقت فارغ میشه شاگرد ما در یک حالت روح و روانی از آینده نامعلوم و آینده مبهم داره. اما در اداره تعلیمات تکنیکی آینده از این مشخصه. بسیار خوب. چون که عملی کار میکنه. شما میبینید که اگر انسان عملی کار نکرده باشه هر اندازه علم داشته باشه در وقت پای عمل بیاد چیکار میشه؟ میلنگ.